سلام علیکم بچه ها. این درسی پنجمی ما میشد آیدی برنامه C++ در ویژوال استودیو 2008. در این درس ما یکی از قسمت های C++ در دست میزنیم که تقریبا در کتاب های توجیکی من نیفتم همین چیز را، یعنی رسم کشی در C++ هم. عادتا یک چند نمود رسم کشیدیم و طوری نگرفت، بعدا با یک چند اصول دیگه طورش کردیم خیلی از این نتیجهش شموده نشون میدیم. خب اینکلود را خواهد در خاطر داریم برای چی استفاده میشد، یعنی کارمون هم میکرد. یا اینکلود دیگه در اینجا ما همی سر میکنیم، خوش میکنیم. این اینکلود مانا نامش میمونیم اینکلود ویندوز H، اینکلود خب میمونیم ویندوز نقطه H. خب وقتی که را ماندم با ما برای این تصویر در کار می شود. فونکسیه یکی است، ما را ایشانیم از این فونکسیه ما ماینش استفاده می بریم تمام. خب ایشا توضیحش میکنیم. خب انا اینت ای حاضرش نمیسته خب این حاضرش دیره با پراگی توضیح کنیم. حاضرش نمیسته میگیریمش، بعد وقتی لازم ده با جوشته میمونیم. برای این ما چی استفاده میبریم؟ اپراتورهای زرین. خب H W N D این را میمونیم برای تیار کردن همون جای رسم کشیمون بگیم همین خیلی اونجا میپرتیم خاندله خب برابری اینجا ده با دقت باشیم که با حرفی کلون F find F با حرفی کلون، بعد یومش ها Windows نه ویندو W با حرفی کلون اومده میشود ویندو بعد I کلون. اینجا ده کمتر اهمیت بین که اینجا هم خطاگی دادن میگیره. خب قوسی میکنیم، در داخل قوس نخنک میکنیم، در داخل اون منویسیم کنسول ویندو کلاس، همش سرلوحهاشون با حرف کلون کنسول ویندو کلاس دوتا اس آخر ده، یعنی که با حرف کلون کنسول ویندو با حرف کلون W کلاس هم کی کلون کلاس. خب نخنک هم یکشیم ورگل میمونیم، بعدی می نویسونیم خب نول، یعنی قیمتی значение میگیم، قیمتی نولی را به این میبخشیم، نقطه ورگل میمونیم، با قسمتی پایانی میمونیم. در اینجا ما می نویسونیم HDS دو حرف خردقطی HDS برای که کانال مایده یا تبدان شما فهمیم. برابری میمونیم get ds get ds اس هم با حرف کلون. خب در داخل قوس ما منویسونیم هندله. خب نقطه ورگل منا میپشونیم. انا اکنون میگذاریم با خودی ساختانی چکل بگیم لینیه یکمون. در لینیه یکم یعنی گیردی همون لینیه‌مون در جا ما بنویسونیم HP ما بنویسونیم HP یعنی قیمه نامگذاری میکنیم. ایشا با حرفی پی کلون یا شمایده هم بگیریم میشود HP برابری create pane. خب create یعنی با معنی ساختن، create pen ما بگیم یعنی چیپ ساز قلم ساز create pen. در داخل قوس منویسونیم خب PS solid ورگل
انا که قیمت هم میگذاریم 10 با ورگل قیمتش 10 میگیریم RGB و باز یک قوس در داخل قوس باز میکشیم و در اینجا می نویسیم 0 0 و 225. انا اینجا در شما در فهمونیم. خب ما گفتیم قوسی قلمون پیکسلمون یعنی میشه 10. انا RGB قیمتی رنگ یکم نول که میمونیم رنگ سرخ معنوش معلوم میکنه که رنگ سرخمون چقدر سرخیش. دیمش رنگی گرین یعنی سبز معلوم میکنه چقدر است. سیوم بی بلو رنگی کبودا. ما اینجا در اهمیت داشتیم سرخمون 0 گرفتیم. خب سبزمون 0 گرفتیم. ایشا باشا گرفتیم 225 یعنی چارکنجه یا دایره ای که ما کردنیم انامون رنگش کبود میشه. انامیره حاضر شما ده گفته بگذاریم که انامی هر سیتش نقش رنگ مونه بازی میکنه. و پایان میخواندیم در اینجا باز ما اکنون باز یک تا دیگر قلم میسازیم برای داخل اون تصویر کردن. HB راش ایشان نامگذاری کنیم. HB راش و HB راش در آینده برای مراجعت با همون در کار میشه. خب درش هم بنویسیم گریت سولید براش گریت سولید براش. این حرفاش با حرفای کلان میشه. همجوش تا با دقت باشیم. براش قوس میکشیم. رنگ انتخاب کنی سر میکنیم. ایش همش 0 میگیریم رنگی سیاه میشود. خب برای می نویسیم RGB قوس میکشیم. در داخل قوس می نویسیم 0,0,0. این معناش رنگی سیاه داره. همش 0 شد همش رنگی سیاه میشه. خب ایش همون نویسیم. هنرده اوبکت هایی که ساختیم همین ها را با دوره تکلیف میکنیم یعنی میسازیم. برای ساختن ما استفاده میبریم از select object از select object قوس میکشیم. خب در داخل قوس می‌نویسیم HDS ورگل خب H پن در بالا نویسنده بودیم یعنی نامگذاری کرده بودیم. خب در اینجا ما حالا که یک قسمش تصویر کرده استیم اون را تکلیف میکنیم. بعد این اخ نکره میمونیم. انا بعدا قسمی دیگری یا تاش بیرونش رو تصویر میکرد یا تا دیگه شکل داخلی رو تصویر میکند. select object با قوس میکنیم. در داخل قوس HDS ورگل ایش نام داشت H براش H براش با نقطه وقتی محکم میکنیم. همین قدر کدی نویسندگیمون نه وقت معلوم میشه که چی کار ما ایجا کردن میتونیم. در اینجا اکنون ما می نویسونیم الیپس یعنی چکل گم دایره دراز کنجا گنده رنگی دایره وارین کمتر درازتر نظر با دایره. خب می نویسونیم الیپس HDS ورگل انا که قیمتی درازیش بلندی بر چند کمشه هموشه میمونیم 100 خب 200 خب 300. این هر ده نقطه های بالایی را در نظر داره. این هر ده باشه نقطه های پایانیشه X Y بگیم. خب نقطه ورگل مونه میمونیم
برنامه را سرش میتیم. با دقت باشین یکی پیدا میشه و گم میشه، برای همین کمتر وقت میگیره. خب چقدر که دیدین در اینجا پیدا شد، اما عادتا این بینه قش نیسته، ایرا بجنبونیم گم میشه. اون رسمه عدل تصویر میکنه برای که اون نشان داده بیسته. اگه در کامپیوتر شما نمیدونم چطوره، در کامپیوتر ما برای را نشان داده استودن، ما عادتا ای فور استفاده میبریم، یعنی یه رسمه تکرار با تکرار تصویر کردن میگیره. خب کامپیوتر چسبان به فکرم پیشکی گفته بودیم برای چی فور یکم گفتیم منیم، بعدا رو دلتش کرده بودیم. خب همین الیپس خود چاز ما اینت ای میگیریم، اینت ای برای که تکرار با تکرار تصویر دا نشون دادن، بنویسیم فور. خب قوس میکشیم ای برابر 0 نقطه ویرگول. خب ای برابر 5 نقطه ویرگول ای پلوس یعنی یک. این وقت که ما سر میتیم این کارکنش سر میشه. این اچکل که میبینین دایره ما پیدا شده میسته، گم نمیشه ای کرد. ما اگر ایره هم بجنبونیم دایره ما هم خیلی چکل که بود پیدا میشه، هم خیلی میسته، گم نمیشه. ایره محکم میکنیم بعد گم میشه. خب برای گیر چستر کردن همین ناله که ما در بالا داریم 225 میکنیم، انایشه نالش میکنیم، نه بین مثال میگیریم 225 میکنیم، بین سبز میشود. خب برنامه را سر میدهیم. چکار که میبینیم گیردکش سرخه درونکش سبزه. خب با همین بود درسی پنجمی ما درباره سی پلس پلس سربلند خانه آباد باشد. رسم کشی در سی پلس پلس بود. تا درس های آینده.